سلام به همه، من وینیم و امروزم با یه بلایند دیت خوشگل در خدمتتونم. مهمونای امروزمون ریحانه از استانبول و کسگم از کرمانشاه هستن. خب بچه‌ها دیگه الان میتونید ماسکاتون رو بردارین. خودتون رو معرفی میکنید؟ کسگم هستم، 45 ساله از کرمانشاه. ریحانه هستم، 22 ساله، ساکن استانبول. خب از آقا شروع کنم. چه کیسی کنسله؟ کیس کامپیوتر. منظورم اینه که چه دختری رو نمیخوای تو؟ آها، ما تو کرمانشاه دختر با لباس سفید میگیریم، با کفن پس میدیم. دختری که هر روز ده کنه کنسله. دختر ناز و افاده‌ای کنسله. دختری که زیادم حرف بزنی کنسله. البته من توهین نمی کنم، فقط ننشه. الان با این اوصاف ادامه بدم ریحانه؟ آره، از صداش خوشم اومد. ایول، به نظر میاد گردن کلفت، سیبیل کلفت، کلا همه چی کلفته. دوست دارم. مطمئنی؟ آره، آخه نازک بازک و لاور زیاد بوده، خسته شدم. شغلتون چیه؟ من نیسان دارم، از همدان بار میزنم برای کرمانشاه، از کرمانشاه برای همدان. بعد وقت داری بری سر دیت؟ دیت چیه؟ همین دیگه، بری با دختر بیرون. خانه خالی؟ نه، یه مرحله قبل اون. اصولا من خوب سر کارم، اگه بیاد چای چوفری کنه، چایی دست من بده، خودشم چایی چیزی بخوره، من در خدمتم دیگه. هر چی که توی شلوار منه قابل نداره. جون چه خوبه این. من یه سوال دارم ازش. جانم. بذار من اجازه بدم، من بوقم اینجا. بپرس ازش. اگه یه روزی وقتی من بخوام جداشم کات کنم چی کار میکنی؟ خب بستگی داره، اگه خسته شده باشم که مهم نیست، به سلامت. ولی اگه بخوامش طرفه، من با فرهنگم، با فهمم، میفهمم طرفم، بی عصبی نمی کنم، بی احترامی هم نمی کنم، فقط ننشم. ایول. ایول تو که هر شب با یکی با این. چه خب غیرتی دوست دارم. sanguina di ciascuno di una parte, è susciati da